شخصیت دومی که خوابیده صاحب زبور آل محمده. کسی است که روز قیامت خدا او را به لقب زین العابدین خطاب میکنه. اون کسی که اونجا خوابیده، اون کسی است که خاتم انبیا درباره او جمله‌ای فرموده که خود این جمله برای اهلش بسه: اسمه اسمی و شمائله شمائلی. باقرالعلوم اینه. اونجا شماها که اهل علمید، اهل معرفتید، این درس ها اثرش اینه که عرفان پیدا کنی به خدا. راه خدا فقط این 14 نفرن و از این عده نه کم می شود نه زیاد. مهم اینه منتها کو معرفتی.